در طلوع یک روز مه‌آلود، ارتشی از امپراتوری عثمانی به سمت سلجوق پیش می‌رفت تا ایران را در هم بشکند. اما در دل آن مه جوانی ایستاده بود که نه برای تاج، بلکه برای تمام ایران می‌جنگید. هیچ کس باور نداشت که او بتواند مقاومت کند، اما آن روز نه فقط یک نبرد، بلکه سرنوشت یک ملت رقم خورد. این داستان شاه عباس است. قبل از آنکه شاه باشد، جنگجو بود. سال 1588 میلادی، ایران در بحران است. شاه محمد خدابنده، پادشاهی ضعیف و بی‌اراده، با کمک خواهرش پریخان خانم به تخت سلطنت رسید. اما همین زن قدرتمند که در چند ویدیو قبلی دربارش گفتیم، قربانی توطئه همسر شاه شد و به قتل رسید. با مرگ پریخان، دربار صفوی وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی شد. قبایل قزلباش درگیر جنگ‌های داخلی‌اند. عثمانی‌ها از فرصت استفاده کردند و بخش‌هایی از آذربایجان، کردستان و غرب ایران را اشغال کردند. در این آشوب، شاه عباس جوان با حمایت مرشد قلی خان به سلطنت می‌رسد. اما سلطنت او بیشتر شبیه یک عنوان تشریفاتی است. هیچکس باور ندارد که این نوجوان بتواند کشور را نجات دهد. در کودکی صدای شمشیر را از پشت دیوارهای قزوین می‌شنیدم. امروز خودم آن را در دست دارم. در همین زمان عثمانی‌ها ارتشی عظیم به فرماندهی فرهاد پاشا به سمت نقده و سلجوق حرکت می‌دهند. هدف تصرف کامل آذربایجان و پیشروی به سمت همدان و اصفهان. ارتش عثمانی مجهز به توپخانه سنگین، سوار نظام حرفه‌ای و بیش از 30,000 سرباز آموزش دیده است. در مقابل، شاه عباس تنها با کمتر از 10,000 سرباز وفادار ایستاده. همه توصیه می‌کنند عقب نشینی کند. حتی مرشد قلی خان هشدار می‌دهد که این نبرد ممکن است پایان سلطنتش باشد. اما شاه عباس تصمیمی می‌گیرد که تاریخ را تغییر می‌دهد. او به جای عقب نشینی تصمیم می‌گیرد در سلجوق، جایی که زمین ناهموار و کوهستانی است، ارتش عثمانی را غافلگیر کند. او شبانه نقشه‌ای طراحی می‌کند. استفاده از تپه‌ها برای پنهانسازی نیروها، تقسیم ارتش به 3 بخش برای حمله جناحی، استفاده از سوار نظام سبک برای ضربه و فرار و مهمتر از همه، ایجاد توهم ضعف برای فریب دشمن. او حتی دستور می‌دهد برخی سربازان عمدن عقب نشینی کنند تا عثمانی‌ها تصور کنند پیروز شدند. اگر امروز شکست بخوریم، فردا دیگر ایرانی نخواهد بود. اما اگر پیروز شویم، تاریخ نام ما را خواهد نوشت. سپیده‌دم روز نبرد. مه سنگینی دشت سلجوق را پوشانده. عثمانی‌ها با غرور پیشروی می‌کنند. اما ناگهان از دل مه صدای سم اسب‌ها بلند می‌شود. سوار نظام صفوی از جناح راست حمله می‌کند. عثمانی‌ها غافلگیر می‌شوند. در حالی که در حال بازآرایشند، جناح چپ صفوی‌ها وارد میدان می‌شود. توپخانه عثمانی نمی‌تواند در زمین ناهموار عمل کند. سربازانشان در تله‌ای مرگبار گرفتار شده‌اند. شاه عباس شخصاً در خط مقدم می‌جنگد. شمشیر به دست فریاد می‌زند: با شمشیرم نه فقط خاک، بلکه غرور ایران را پس می‌گیرم. در کمتر از 3 ساعت ارتش عثمانی متلاشی می‌شود. فرهاد پاشا مجروح می‌شود و باقی مانده ارتش عقب نشینی می‌کند. در پایان نبرد، شاه عباس بر فراز تپه‌ای ایستاده. در حالی که پرچم صفوی در باد می‌رقصد، سربازانش فریاد می‌زنند: زنده باد شاه ایران! این لحظه نه فقط یک پیروزی نظامی، بلکه تولد یک اسطوره است. از اینجا به بعد شاه عباس دیگر یک نوجوان نیست. او فرمانده‌ای است که دشمنانش را شکست داده، کشورش را نجات داده و تاریخ را دوباره نوشته. پیروزی در سلجوق باعث شد اعتماد عمومی به شاه افزایش بیابد. او ارتش را نوسازی کرد، توپخانه مدرن ساخت و با اصلاحات اداری قدرت مرکزی را تقویت کرد.
در سالهای بعد او اصفهان را به پایتخت تبدیل کرد. میدان نقش جهان را ساخت و ایران را به یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه تبدیل کرد. اما همه چیز از سلدوز شروع شد، از تصمیمی جسورانه، از نبردی که میتوانست پایان باشد اما آغاز شد. لایک، کامنت و سابسکرایب یادت نره. ما هر هفته با داستان‌های واقعی و سینمایی از تاریخ ایران برمیگردیم. اینجا رو به تاریخ، جایی که هر قصه پنجره‌ای است به گذشته.